خب سلام و درود. امید شجاعی تأسیسات لند، اپیزود 4 و نهایی جمع کردن دستگاه. این کمپرسور منوروپ MT825، این شیربرقی جدید. میخوام الان جوشکاری کنم. اتصالات شیر رو نگاه کنید. الان یه نمونه جوش هم نشونتون میدم. این پخشکنه 14 تایی رو که همون رو خط مایه است جوش دادیم. شیر طرفه رو چک کردیم، تو دوراهی اومده. اینجام یه دونه پخشکن داره به خاطر اینکه سیستم سرد و گرمه، یعنی توی فصل سرمایه هیت پمپ مسئله کندانسور وابراتور رو عوض میکنه. کلا دستگاه رو سوار کردم و علی آقا الان داریم با ازش تست میکنیم. پایه های قبلی نمیخورد، نها کنید یه لکه گوش دادیم، یه پایه جدید دادیم و اینم اون تبدیلی که الان علی آقا جوش دادیم. این هم جوشش. فقط نکته که باید با نقره 30% جوش داده بشه. تا اپیزود بعدی موفق آمدید.